سلام. دیدیم یه سریا میگن ما هر چه غذا میخوریم چاق نمیشیم. حالا با اونایی که با این قضیه مشکلی ندارن کاری نداریم، ولی اونایی که این قضیه براشون دغدغه شده و خودسرانه میخوان افزایش وزن داشته باشن، کالری مازاد داشته باشن، میرن هر چیزی میخورن، اینجا من با اونا کار دارم. توی بدنسازی به این افراد میگن هارد گینر. هارد گینرها به سختی وزن میگیرن، به سختی حجم اضافه میکنن. اکثرا ویژگی هاشون به این صورته که متابولیسم بالایی دارن. توی دسته اکتومورف هستن، جثه لاغری دارن، استخوان بندی ظریفی دارن. اکثرا فعالیت‌های غیر ارادی بالایی دارن، مثلا خیلی سرپا ایستاده راه میرن، خیلی پاشون رو وقتی نشستن تکون میدن و. این افراد اگر به صورت خودسرانه برن سمت افزایش وزن و هر چیزی که کالری زیادی داشته باشه رو مصرف کنن و در زمان زیادی شاخص گلایسمی خودشون رو بالا نگه دارن، مستعد گرفتن دیابت میشن. بعضا مکمل‌های ورزشی مصرف میکنن مثل مسگینرها که حاوی مالتودکسترین زیادیه. این ماده حتی شاخص گلایسمی بدن رو از شکر هم بیشتر بالا میبره. این افزایش خودسرانه کالری در افراد هارد گینر باعث میشه که این افراد دچار مشکلات عدیده‌ای بشن. یک، افزایش چربی بدن، چه دور شکمی و چه احشایی. دو، مشکلات متابولیکی و سلامتی مثل مقاومت به انسولین، التهاب مزمن، افزایش کلسترول، بیماری‌های قلبی عروقی، احتمال کبد چرب غیر الکلی و مشکلات گوارشی و انرژی. بعد از شنیدن این صحبت‌ها براتون سوال پیش میاد که یک فرد هارد گینر چه رفتاری رو باید انجام بده که دچار دیابت نشه؟ یک، برای رژیم غذاییش به یک کارشناس تغذیه رجوع کنه. دو، اگه میخواد خودسرانه افزایش وزن داشته باشید بین 300 تا 500 کالری روزانه مازادت بیشتر قرار نگیره. 3، غذاهایی رو استفاده کنی که شاخص گلایسمی بالایی نداشته باشن. 4، اگه قراره کربوهیدرات استفاده کنی با بقیه درشت مغذی‌ها مثل پروتئین و چربی استفاده کنین تا در روند تجزیه اون بتونه سرعتش رو کاهش بده. در آخرم بگم که اگه پیج من رو دنبال کنید کمکتون میکنم که از آسیب دور بمونید. مرسی.